بچه‌ها سلام، به دنیای متاورس خوش اومدین. بچه‌ها خیلی دوست دارم شما با این تکنولوژی آشنا کنم، چون دوستان خیلی زیادی توی این مسیر هستن. خواستم که این اطلاعات متاورسی رو با شما شیر کنم تا شما هم استارتتون رو بزنین، جا نمونین. بچه‌ها این تکنولوژی برای من سودساز بوده. روی این حساب خیلی علاقه‌مندم که این اتفاق قشنگ برای شما هم بیفته. روی این حساب من توی این پیج تمام اطلاعات متاورسی رو ریز بیا به صورت استوری یا به صورت پست براتون میذارم. امیدوارم که شما نهایت استفاده رو ببرین تا بتونین برای آیندهتون تصمیم درستی بگیرین. خب بچه‌ها دقت کردین چرا این بار آینده دست از سیگنال دادن بر نمیداره؟ چرا انقدر خبراش از این ور و اون ور به ما میرسه؟ چرا انقدر ما خبرهای متاورسی رو همش داریم میشنویم؟ چرا انقدر ما درگیر این فرصت جدیدیم؟ گفتم فرصت. بچه‌ها یه سوالی ازتون میپرسم، لطف کنید توی کامنت ها جواب منو بدین. سوال اینه: تا حالا چند بار توی زندگیتون فرصت های طلایی رو از دست دادین؟ 1 هرگز، 2 1 بار، 3 بیش از 1 بار. بیشتر مردم خوابن، من این بارو خواب نمیمونم.